سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیو جدید ما. توی این ویدیو قرار یه سیستم گیمینگه که بعد از مکانیزم ماشه تو ایران که الان میشه خرید و بهتون معرفی کنم. بیشتر قطعات سعی کردم از نو باشه براتون انتخاب شده. قیمت این سیستم گیمینگ ما 10 میلیون تومان در میاد، حدود 10 یا 11 میلیون بستگی به روز خرید شما داره. خب شروع میکنیم از چی؟ از مادربرد. مادربرد A610A هستش که با قیمت 1,600,000 تومانی با وسایل خودش هستش و نقطه باندلش هم اگه بتونی بگیری هم خوبه. خب این مادربرد خوبیه، از رم های DDR3 پشتیبانی میکنه و تا 32 گیگ اجازه رم میده. خب که همچین قابلیت رمی خوبه برای یه سیستم گیمینگی که نه برای شروع گیمه. خب برای پردازنده ما از پردازنده i5 3470 گرفتن که از قیمت 1,400,000 تومان با فنش، یعنی تو جعبش فن داره. خب که قیمت 1,400 میفته، با قیمت خوبیه، یعنی برای یه سی پی که 4 هسته داره خوبه و برای یه سیستم گیمینگ که شروع به گیمه خوبه. خب برای کارت گرافیک و اینطور تا آخر ویدیو باید حتما نگاه کنید که چرا من این کارت گرافیک رو براتون انتخاب کرد. کارت گرافیک ایسوس GT 10C 2 گیگ، خب با قیمت 4,400,000 و نقطه آکمن. چرا من آخر نکته این که این کارت گرافیک ارزون نو انتخاب کردم و حتما بهتون میگم، پس تا آخر ویدیو با من همراه باش. رم DDR3 که با قیمت یعنی نقطه 16 گیگ آکمن میفته 2 میلیون تومان، یعنی گرونتر از مادربرد. ولی اگه بخوای دست دو بگیری که مورد نیست و رما خیلی دیر خراب میشن، حدود قیمت 1,200,000 اینا براتون میگفته 16 گیگ که سعی کنه بگیری. خب برای پاور 300 وات گرین گرفتن که گرین هم برند خوبیه، از خیلی چیزای محصولات با کیفیتی داره، مخصوصا پاور 300 وات گرین مدل ایکو هستش که عکسای و مشخصات این بغل یا این بغل براتون میذارم. خب 2,500,000 این پاور نو با 300 وات خروجی برای این سیستم خوبه که حتما این که اینم ربط داره که چرا من این سیستم رو با همچین پاوری دارم میزنم. خب یک کیس ساده قیمتش میفته 1 تومن، 800 تومن، 1,500,000 بستگی به اون معمولا که تر ندارن دیگه، یه فن دارن که قطعات ما داغ نیست که بگی داغه، فقط یه سی پی یو ما داغه با یه کارت گرافیک ما که خنکه با یه فن خودش همراه اومده. خب برای SSC از SSC 240 گیگ استفاده کردم که چرا من 240 گیگ زدم؟ گفتم برای اینکه 240 گیگ ما مثلا از این سیستم انتظار سایبرپانک نداریم که داشته باشیم. خب یه ویندوز، یه برنامه های این سیستم حتی کاربری اداری هم داره، یا فوتوشاپ هم میتونی باش شروع به کار کنی، یعنی اونقدر خوبه. همون قیمتش هم پایین 10 تومن. یا مانیتور هم بگیرید 3 تومن، یا موسیقی بورد 1 تومن که در میاد 14 میلیون، 3 تا بتون تمام شد. خب قیمت این SSC حدود ورسیون دیجیتال سبز گرینش 2,500,000 تومنه. اگه خواستید ولی ورسیون دیجیتال حدود 2,900,000 تومن میفته. ولی اگه شما به MSI هم دل هستید، MSI 270 هم خوبه با قیمت حدودا 2,500,000 اینا میفته براتون. این SSC با سرعت رایت خوبی داره. اگه مثلا پولتون اضافه اومد 1 تومن میتونید یه SSC 512 گیگ بگیرید با قیمت 1 تومن. نه ورسیون دیجیتال مدل بلوش، آره بلو میفته براتون که مناسب برای همچین سیستمایی. دیگه حرفی برای گفتن نمونه. رسیدیم به پایان ویدیو. این نکته ای که گفته بودم، اول اینکه کارت گرافیک GT 10C هیچ گونه پورت برقی نداره، پس میتونی یه پاور 300 وات کامل جوابش میده. به همین دلیل این سیستم ارزان‌تر میفته. و به چه دلیل این سیستم با
RX 470 یا RX 580 نیفتاده. شاید قیمت RX 580 حدود 6 میلیون افتاده و همینطور قیمتش هم خیلی بالاه، پاورش هم نیازمند بالایی میفته، به همین دلیل نمیشه. حالا میگه که بعضیاتون میگه داخل کامنت ها میگه که RX 470 هم خوبه. خب RX 470 بازم نیاز به پورت برق میفته، ولی جی تی 10C با اینکه اصلا نوعه دیگه استفاده هم نشده، تازه آکفند هم هستش، یه 2 سالم بیشتر عمری میخوره، درسته. حالا بعضی یوتیوبرها همکارای من میگه 10C رو نخرید، ولی 10C در صورت من میگم بخرید که شما کاربر گیمینگ سبک دارید، یعنی نهایتا یه جی تی وی رو با نرخ فرمی 40 فریم بدید، ولی میخواید یه سیستمی باشه عمر داشته باشه، عمر یعنی قشنگ براتون کار کنه. کارت گرافیک انویدیوه، میتونه باش فتوشاپ و پریمیر رو بهتر از RX 580 ران کنید. چرا RX 580 درایوراش با پریمیر و فتوشاپ و لایت روم و اینا در خوب کار نمیکنه، درایورش سازگار نیستن، به همین دلیل ما سیستم رو تو هول و هوش 10 الی 11 میلیونی نگه داشتیم، یعنی حداقل سیستمی که میشه تو وارد گیم شد. به همین دلیل میگم که RX 580 یا RX 570 یا 470 480 نمیخوره. اینا پورت برق میخوان و اینطور داغ‌تر هم هستش و کیسی یکم بهتر میخواد، این هولوش 14 میلیون هم میبره. به همین دلیل این سیستم تو 11 10 میلیونی هستش. اگه خوشحال میشم با لایک و کامنت سابسکرایب کردن از من و سبک مورد علاقه خودتون حمایت میکنید. داخل کامنت ها حتما بگید که من سیستم بعدی یا ویدیو بعدی در مورد چی باشه. خداحافظ تا ویدیو بعدی.